امید منی ای که تو را از تو سرودم، ای که تو افسانه ما، ای که تویی خانه ما، نام تو سیمای وجودم، تو روش‌های دل از عشق وطن، خدا بی تو نباشد تن من، تو خود پر از امیدی، تو به اوج خود رسیدی، تو پر از باور خورشید و بهار. بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام بر شما. شهر اشرف علیرغم اینکه یک شهر کوچیکه و ساکنان اون هم محدود هستند، ولی از اونجایی که در کانون عمده ترین بحران جهانی در طی سالهای اخیر، یعنی بحران ایران و بحران عراق قرار گرفته، خیلی در مورد اون صحبت میشه. البته خیلی بیشتر از این که به صورت علمی در مورد اون صحبت بشه و یا به صورت علمی چیزی در مورد اون بنویسند، بیشتر در پشت پرده بر علیه اون می‌نویسند و در پشت پرده بر علیه اون توطئه می‌کنند. کمتر شهری رو میشناسیم که با توجه به کمیت‌های محدود مثل جمعیت و مساحت چنین جایگاهی رو تو عرصه سیاسی داشته باشه، اون هم با یک همچین دشمن غداری مثل رژیم آخوندی. ولی مجاهدین اشرف عزم جزم کردند که با تمام قوا در مقابل این توطئه ها بایستند و تمام اونها رو در هم بشکنند و هر روز قله های جدیدی رو در عرصه های مختلف فتح می‌کنند. اما سوال اصلی اینه که اشرفی ها چگونه تونستند این شرایط بغرنج رو تغییر بدند و چگونه تونستند این توطئه ها رو خنثی کنند و نه تنها خنثی کنند بلکه تعادل جدیدی رو رقم بزنند. در این برنامه میخوایم نگاهی از درون به این پدیده شگفت‌انگیز بیاندازیم تا شاید بتونیم پاسخ این سوالمون رو پیدا کنیم. پس سوال برای هر ناظری که میدونه دشمن چه محاصره سختی رو به مجاهدین اشرف تحمیل کرده اینه که مجاهدین اشرف چگونه از پس این شرایط بغرنج برمیان. در کلی‌ترین صورت جواب اینه که با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر. اما چطور؟ در اشرف بنا به آنچه که حاصل سالها تجربه است، در این آن که بسیاری مسائل به طور متمرکز حل می شود، اصل بر خودکفایی مراکز است، به طوری که اگر یک مرکز همچنان که در طول جنگ اخیر عراق هم پیش آمد روزها و هفته‌ها در شرایط قطع از سایر یکانها و سیستم‌های خدمات رسان قرار بگیرد، بتواند همه نیازهای خود را از آشپزخانه تا ترابری و امداد پزشکی و نانوایی حل و فصل کند. بنابراین هر مرکز ژنراتور و مولد برق خود را دارد. اصل بر این است که تا آنجا که ممکن است مراکز و بخش‌های مختلف به خصوص در ساعات فعال کاری با قطعی برق مواجه نشوند. اما این موضوع تضادها و مسائل مختلفی را به همراه دارد، از آن جمله تعمیر و نگهداری این ژنراتورها در شرایطی که تامین قطعات مورد نیاز خود یک معضل جدی است. توی اشرف مشکل جدی برق داریم. برق یا نیست، برق شهر یا نیستش، یا اگه هست با ولتاژ خیلی پایین که جوابگوی مسائل و کارهایی که داریم اینجا نیستش. و همین خاطر بایستی مسئله‌مون رو با ژنراتور و برقی که تولید میکنه حل و فصل کنیم و به خاطر کار مستمری که به دلیل کمبود برق میکنن نیاز به تعمیرات، تامین قطعه و چیزهای مختلف توی رابطه دارن. از طرفی وضعیت اینجام که مشخصه، محدودیت جدی توی تردد، محدودیت جدی توی تامین قطعات، محدودیت جدی توی آوردن نفرات فنی و تعمیرکار و حل و فصل تعمیرات. کلیه ژنراتورهایی که در ارتش آزادی بخش نیاز به تعمیر پیدا می‌کنند توسط خودمون و نفرات تعمیرکارمون نزدیک آنها تعمیر و در خط تولید قرار می‌گیره.
قطعات هستش که باید عوض بشه، یعنی تعویضیه، اما چون نیستش 1 ماه ما انرژی گذاشتیم قطعاتش خودمون ساختیم. صفحات کوبلینگش از دور خارج شده بود که ورقش رو گرفتیم، ورق گانوزش گرفتیم، اومدیم صفحات رو ما خودمون با انرژی گذاری تک تک بچه‌ها تراس کردیم، سنتر کردیم، سوراخاشو در آوردیم، کلی کار کردیم. صفحات کوبلینگ رو مثل صفحات فابریکش درست کردیم، بستیم، الان آماده کاره. اما دامنه سخت‌کوشی و ابتکار مجاهدین اشرف صرفاً به تعمیر و نگهداری و رسیدگی به ژنراتورها خلاصه نمیشه. بزمندگان مبتکر و خلاق اشرف راه کار رو در بکارگیری انرژی خورشیدی یافتند. انرژی خورشیدی در سال 86 پیشرفت‌های شایانی رو در شهر اشرف داشت. این نمونه آب گرم کنه خورشیدی در حقیقت نور خورشید رو جذب میکنه. بعد از اینکه آب سرد وارد این منبع شد، آب وارد این لوله های شیشه‌ای میشه. این لوله های شیشه‌ای که اینجا میبینین نور خورشید رو از خودشون عبور میدن و بعد به یک صفحه داخلی برخورد میکنه که از آبکروم سیاه تشکیل شده. آبکروم سیاه نور خورشید رو جذب میکنه، تولید حرارت میکنه. پس بنابراین لوله داخلی بر اثر تابش نور مرتب داغ و داغتر میشه. آبی که در این منبع جریان پیدا میکنه توسط این لوله ها گرم شده و به خود منبع برگردونده میشه که برای استفاده توسط رزمندگان استفاده میشه. این پروژه‌ای که ما روش کار کردیم کلکتورهای متمرکز کننده نور خورشیده. این یک به پارابولای سطحی طولیه که برای گرم کردن آب استفاده می‌کنیم. این ماکت انرژی خورشیدی هستش. از انرژی پاسیو خورشید ما استفاده میکنیم برای تهویه ساختمون. در راستای اینکه می‌خواستیم از نیروی طبیعی برای تولید نیروی برق استفاده کنیم، یک توربین بادی رو طراحی کردیم. یک برنامه خاص برای شهر اشرف واسش نوشتیم که حرکت خورشید در تمام فصل‌ها رو این محاسبه میکنه و این کلکتور رو به حرکت در میاره. یکی از کارهایی که به طور مستمر در شهر اشرف در جریانه آموزش و تحقیقه. آموزش و تحقیق در زمینه‌های مختلف. این آموزش ها در جهت حل و فصل مسائل مختلفی است که ساکنان اشرف به علت اکتیویته فوق‌العاده خود بسا بیش از یک شهر عادی با آن مواجهند. ضمن اینکه اغلب این تضادها و مسائل را اشرفی ها باید صرفاً با اتکا به خودشان حل کنند، از حل و فصل معضل آب و برق تا نگهداری وسایل مکانیکی، برقی و کامپیوتری تا تامین بهداشت و درمان و پزشکی.
از آموزش هایی که سال گذشته در اشرف به مرحله اجرا گذاشته شد، آموزش تکنسین های اتاق عمل بود، زیرا بیمارستان های شهر اشرف مجهز به یک اتاق عمل است و هر هفته در آن چند عمل جراحی کوچک یا بزرگ انجام می شود و از اینجاست که وجود تکنسین های آموزش دیده اتاق عمل ضرورت پیدا می کند. دانشجویان این کلاس از امدادگران مجرب و آموزش دیده انتخاب شدند.